ورزشکاری ولایت سوخت هیجان حسینوف از پرابازی‌های پنجم آسیا بین نورسان که از 7 تا 14 دکبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد با دستاورد ارزنده به وطن برگشت. او از این بازی‌ها 2 مدال نقره را در نمود دستخوابانی صاحب گردید. هیجان حسینوف در وزن مطلق هم در دست چپ و هم در دست راست بین نمایندگان 10 دولت مقام دوم را صاحب گردید. هنگام بازگشت این ورزشکار و همراهانش را نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت، رهبریت و مربیان مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت، والدان ورزشکاران و دوستداران ورزش گرم و صمیمی استقبال نمودند. مورد به ذکر است که در این چهاربینی با نفوذ ورزشی ورزشکاران کشور ما به دستاوردی بزرگ نائل شدند. آنها به گرفتن 4 مدال از جمله 1 مدال طلا و 3 مدال نقره مشرف گردیدند. یادآور می‌شویم که مدال طلا را در وزن 65 کیلوگرم احمدی فتح‌الدین در نمود وزنبرداری به دست آورد. او با برداشتن 135 کیلوگرم نه تنها غالب آمد بلکه رکورد جهانی نیز گذاشت که برای ورزش پارالمپی تاجیکستان دستاورد تاریخی محسوب می شود. 1 مدال نقره دیگر را در وزن 49 کیلوگرم میزراب‌الدین علیموف صاحب نمود. مورد به ذکر است که چنین دستاوردها در بلند برداشتن پرچم کشور عزیزمان در عرصه بین المللی نقش موثر گذاشته بر رشد ورزش پارالمپی در کشور تکان جدی میبخشد. این غالبیت ها اینچنین ثابت میسازند که در تاجیکستان بر رشد تمام نمودهای ورزش اهمیت اولین درجه داده می شود. خرسنده است که در وزن مطلق با اروبچه حسینوف هیجان با 11 حریف مبارزه کرده جای دوم را اشغال کرد. در تاریخ یکمین بار است که در بازی پارالمپی 2 مدال نقره را ورزشکار تاجیکستان سازوار گشت. جناب عالی محترم امامعلی رحمانبه رحمت‌های کلام میگویم که برای ما ورزشکاران تمام شرایط‌ها را مهیا کردند. من در این مسابقه 2 تا مدال نقره به دست آوردم. کوشش میکنم که در همین خیل مسابقه اشتراک کرده در آینده جای یکم میگیرم و پرچم تاجیکستان را بالا میبردارم. اشتراک ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی نه تنها برای به دست آوردن مدال ها مهم است بلکه برای بلند برداشتن مقام ورزش پارالمپی و هوسمندسازی دیگر جوانان امکاناتشان محدود اهمیت خاص دارد. باید تذکر داد که هیئت ورزشکاران تاجیک با دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و سرپرستی رهبریت کمیته جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی و کمیته ملی پارالمپی تاجیکستان، همچنین دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت به شهر دبی سفر کرده با دستاوردهای ارزنده به وطن برگشتند. ورزشکاری با مهارت کشور دستپروری مکتب ورزشی رقمی 4 شهر خوجند خسروخان رحیموف را هنگام بازگشت از چمپیونات جهان بعد استقبال در شهر دوشنبه در شهر خوجند نیز صمیمانه پذیرایی نمودند. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند، ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت، رهبریت فدراسیون بوکس ولایت، سابقه‌داران ورزش و نزدیکان و پیوندان، همچنین دلباختگان رشته بوکس ضمن سخنرانی خود ابراز نمودند که ورزش تاجیک از این مشتزن پرتجربه در آینده امیدهای زیاد دارد. مورد به ذکر است که از تاجیکستان در این مسابقه 13 مشتزن اشتراک ورزیدند و از این شماره 2 مدال به دست آمد. اکمل عبیدوف در وزن 60 کیلوگرم مدال برنجی و خسروخان رحیموف در وزن 57 کیلوگرم مدال نقره گرفتند. مدال نقره خسروخان رحیموف اولین دستاورد شایسته در تاریخ بوکس تاجیک در چمپیونات جهان می باشد. از حساب مجموع مدال ها مشتزن های کشور ما با 2 مدال میان 120 کشور اشتراکچی در قطار 5 گانه بهترین ها شامل شد. از نام بخشان جمهوری تاجیکستان اساسگار سو وحدت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان منادر خودمان را بیان می‌نماییم. خیر مسابقه در سطح بالا گذشت. چمپیون جهان همه ستاره جهان بخشان جهان در همونجا بودند. بخش المپی چمپیون المپی چمپیون جهان در همونجا بودند. حرکت کردیم که بازی المپی رو خط گرفته بازی چمپیون المپی شود. این شاگرد ما همه خیر همین بخشان جمهوری تاجیکستان. بسیار خرسندم که مدال همین نقره رو با دست آوردم و این مدال رو به تمام مردم تاجیکستان میبخشم. آینده حرکت میکنم که در بازی المپی راحت گرفته و پرچم عزیزم رو بلند بردارم. قهرمانی جهانی بوکس در سال 2025 در شهر دبی امارات متحده عرب به انجام رسید. مسابقه از 2 تا 13 دکبر میان بهترین مشتزن‌های بیش از 120 کشور مختلف دنیا از روی 13 کاتگوری وزنی دایر شد. فوند جایزه‌ای مسابقه
832 میلیون دلار بود. یادآور میشویم که این بزرگترین چمپیونات در تاریخ بوکس جهان بود، زیرا با قهرمان‌های هر وزن 300,000 دلار جایزه داران جای دوم، 150,000 دلار جای سوم، 75,000 دلار برای جای پنجم باشد 10,000 دلار جایزه پولی تقدیم کرده شد.